آتش همچنان در بخش‌های وسیعی از ایالت کالیفرنیای آمریکا شعله‌ور است. روزنامه واشنگتن پست آمریکا از آن به عنوان هیولای آتش یاد می‌کند و می‌نویسد یک آتش سوزی کوچک به یک هیولا تبدیل شده است. تعداد کشته‌ها همچنان 11 نفر اعلام می‌شود. ما خونه‌هایی رو می‌بینیم که هنوز در حال سوختن هستند و تازه امروز آتش‌نشانی به اینجا رسیده. 36 ساله که آتش نشانم، اما هیچ وقت چنین وضعی ندیده بودم که طوفان شدید و آتش اینقدر با هم هماهنگ باشند. نمیشه کاری کرد. وحشتناکه. به علت ناتوانی در مهار آتش، ساعت به ساعت برای مناطق بیشتری از لس آنجلس دستور تخلیه صادر می شود. اما برخی از ساکنان در حالی که منتظرند آتش به خانهشان برسد، حاضر نیستند خانه خود را ترک کنند. وقتی خونه‌های منطقه شروع به سوختن کرد، حتی یک خودروی آتش نشانی اینجا نبود. هنوز آتش به خونه من نرسیده. میگن تخلیه کنید و برید. اما نمیرم. میمونم تا خودم خونمو نجات بدم. اگه اونو از دست بدم دیگه هیچ کاری نمیتونم بکنم. در شرایطی که دولت آمریکا هم با همه توانش برای خاموش کردن آتش به کمک دولت ایالتی کالیفرنیا آمده، ناتوانی در غلبه بر این بحران باعث نگرانی و نارضایتی بسیاری از مردم آمریکا شده. از مردم مرتب به اسم مالیات پولهای زیادی میگیرن تا در چنین شرایطی به دادشون برسن. اما الان به راحتی به مردم میگن ما نمیتونیم آتش خاموش کنیم. شما باید خونه هاتون رو ترک کنید و برید تا از بین برن. واقعا گریه آور این وضع. واقعا شرایط دیوانه‌واریه. یعنی چی که با این همه پول و مالیاتی که دائم میگیرند نمیتونن خونه ها و زندگی مردم رو نجات بدند. برق نزدیک به 500,000 مشترک در جنوب ایالت کالیفرنیا همچنان قطع است. شمار زیادی از آوارگان لس آنجلسی هم در پناهگاه‌های سازمان صلیب سرخ جهانی مستقر شده‌اند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.